در ولایت سوخت کورسی آموزشی دوئالی از روی برنامه زن سرور که از قسمت‌های نظریوی و عملی عبارت میباشد برگزار گردید و این کورسی آموزشی دوام 4 روز ادامه میکند. در آغاز کورسی آموزشی زن سرور که با اشتراک رکتور اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رهبریت اگنتی خدمت دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، سردار دپارتمنت شمال و شرقی و آسیای مرکزی بنیاد هانس زایدل آلمان برگزار گردید، تاکید کرده شد که کورس‌های آموزشی در اساس برنامه‌های دولتی و با مقصد آماده نمودن زنان و دختران به وظیفه‌های راهبری کننده راه‌اندازی کرده شده است. مورد به ذکر است که از روزهای اولی صاحب استقلالی محض در اساس سیاست دوربینانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان به مقام و موقع زنان توجه بیشتر روانه گردیده در ظرف 35 سال استقلال دولتی چندین فرمان، قرارها، استراتژی و برنامه‌های دولتی قبول کرده شدند که همه آنها جهت بلند برداشتن مقام زن در جامعه، تربیه، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران روانه گردیدند. аз анамун лаҳзаи ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ, баландбардоштани мақоми занон ва иштирокияти онҳо дар идоракунии давлатӣ бевосита таҳти таваҷҷӯҳ ва ғамхории асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон қарор дорад ва маҳз дар заминаи анамин таваҷҷӯҳ ва дастгириҳои бевоситаи роҳбарияти олии мамлакат зиёда аз 6 санади меъёри ҳуқуқӣ дар анамин татбиқи баландбардоштани мақоми зан дар ҷомеа аз ҷониби субъектҳои гуногун, хусусан мақомоти олиқонунгузор, роҳбарияти олии мамлакат, ҳукумати кишвар ва мақомоти ваколатдори давлатӣ дар ин соат таҳия ва қабул гардид ва хусусан бевосита бо онамин таваҷҷӯҳ ва ғамхориҳои бевоситаи роҳбарияти давлат таъсис додани махсус мақоми ваколатдори соҳаи занон, яъне кумитаи кор бо занон ва оилаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бевосита яке аз анамин дастовардҳои даврони истиқлолият дар баландбардоштани мақоми занон аст. با تاکید مسئولان، هدف از برگزاری کورس‌های آموزشی این فراهم آوردن شرایط مساعد و امکانات‌های همه‌جانبه جهت اشتراک فعالانه زنان و دختران در حیات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و در این زمینه تکمیل و تقویت بخشیدن سطح دانش‌های سیاسی و حقوقی زنان در ساحه اداره‌کنی دولتی و خدمت دولتی، بلند برداشتن موقع زنان در جامعه، سوادناکی و معرفت حقوقی آنها، بلند برداشتن ملکه کسبی و درجه رقابت‌پذیری آنها در خدمت دولتی، تربیه، انتخاب، آماده نمودن کادرهای راهبری کننده و بالیاقت از حساب زنان در اداره‌کنی دولتی و خدمت دولتی می باشد. باید گفت که اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در همکاری با ساختار و مقامات دولتی و شریکان رشد چندین کورس‌های آموزشی را در مناطق گوناگون مملکت راه‌اندازی نموده است که از این کورس‌های آموزشی شماره زیادی زنان ملکه کسبی و راهبری کننده خود را بلند برداشته در وظیفه‌های گوناگون با فعالیت باثمر بهر پیشرفت جامعه سهم ارزنده گذاشته ایستادند. باعث سرفرازی است که امروز یک جوان فعال من در کورس آموزشی دوئالی از روی برنامه زن سرور اشتراک دارم. البته دستگیری های دولت و حکومت برای زنان باعث آن می‌گردد که دانش ملکی خود را تکمیل داده برای رشد وطن عزیزمان تاجیکستان سهم ارزنده خود را می‌گذاریم. امروز برای زنان در تاجیکستان تمام شرایط‌ها فراهم آورده شده‌اند تا آنها تحصیل نمایند، کسب آموزند و در رشد دولت سهمگذار باشند. این همه از سیاست عاقلانه و دستگیری‌های پیشوای ملت شهادت می‌دهد. زن آینه جامعه است. اگر زن با سواد و با فرهنگ باشد، جامعه هم رشد می‌نماید. کورس آموزشی دوئالی زن سرور 3 دوره رو در بر گرفته، هر یک دوره از قسمت‌های تعلیمی و تجربوی عبارت میباشد که اشتراکچیان آن میتوانند از نازکی‌های وظیفه‌های راهبری کننده به خوبی برخوردار گردند. باید گفت که کورس آموزشی دوئالی از روی برنامه زن سرور را تا به این دم بیش از 215 نفر ختم کردند که قریب 30% آنها پس از تحصیل در کورس‌های کوتاه مدت و بالاروی منصبی نائل شدند. این نوبت نیز زنان و دختران که کارمندان ساحه‌های مختلف دولتی شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت میباشند به کورس آموزشی جلب گردیدند. تاکید کردند به مورد است که همه دستاوردهای نائل گردیده زنان و دختران این از سطح خوبی تیار نمودن کادرهای بلند اختصاصی ساحه خدمت دولتی وابستگی داشته ثمره استقلال دولتی، وحدت ملی، صلح و ثبات و پیش از همه سیاست خردمندانه پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان میباشد.